مشتری خواسته غیر منطقی ازم داره، چی بهش بگم؟ چطور نقششو بازی کنیم؟ من الان میشم مشتری. خیلی عالی میشه. من یه محصولی میخوام که هم عالی باشه هم ارزون باشه. این که نمیشه که یه محصولی هم عالی باشه هم قیمتش ارزون باشه. دقیقاً نکته همینه. اکثر فروشنده ها همین کارو میکنه. یعنی چی؟ یعنی میان تو بازی بحث و جدل با مشتری و سعی میکنن به زور مشتری رو قانع کنن. به خاطر همین اون مشتری رو از دست میدن. خب من الان توی همچین شرایطی باید چیکار کنم؟ نکته همینجاست. تو این شرایط کاری که تو باید بکنی اینه که بشی مترجم مشتری. یعنی چی؟ یعنی واژه ها رو از مشتری بگیری ولی اونا رو تو ذهن ترجمه کنی. وقتی مشتری میگه من یه چیزی میخوام که عالی باشه ولی ارزون باشه، منظورش چیه؟ تو ذهن ترجمه کن به این که من میخوام یه چیزی داشته باشم که هم خوب کار کنه، هم قیمتش خیلی بالا نباشه، کمر منو به اصطلاح نشکنه. اگه بتونی اینو ترجمه کنی، بعد میتونی همینو به مشتری برگردونی. یعنی چی؟ یعنی به مشتری میگه بعد شما یه چیزی میخواید که خوب کار کنه و در ضمن قیمتش هم ازتون نکنه. درسته؟ و از اینجاست که حالا میتونی مسیر متقاعد کردن مشتری رو درست پیش ببری.